مامان نه خدا رو شکر. چرا خدا شکر؟ بسته دیگه 50 سال اینجا دیدم دیگه. قرار باشه بمیرم برم اون دنیام تنگم باشه که فایدهش چیه بابا؟ من این همه اینور عمل صالح کردم برم اونور عشق و حال. خب تنهایی حوصله‌ات سر میره. چی گفته تنهام؟ هر شب یه جا برنامه است. نه بابا. میشینیم میزنیم سلامتی زنده ها. از کجا میاری؟ از تو جوب. جوب؟ آره برامون ریختن تو جوب. اه. راحت صبح به صبح یه 4 لیتر برمیدارم میکنم تو جوب تا شب جوابونو میده. حالا چیزی که تو جوبه به درد بخور هست؟ کار خوب بابا. نه بابا. نه کور میشی نه بالا میاری نه سردرد داره. صبحش راحت بیدار میشی. اینقدر خوب. آره. چطور ایرانی ها هنوز اونجا نیومدن؟ چرا آبرومونو بردن. چرا؟ از جوب اصلی جوب کشیدن به خونه هاشون. رنگ میریزن با اسانس لیبل میزنه میده تو بازار. آفرین. با شوتی میفرستن جهنم. یه وضعیتی به خدا این نگهبانای جهنم دنبال این 450 خیلی وضعیت. حالا بابا اینقدر تبلیغ نکن زشته. نه من تبلیغ میکنم مردم عمل صالح بکنم برن اشغالی و چه چاق شدی بابا؟ چاق نشدم. شکم چی میگه؟ از این من نگاه. از این ور بیشتر خاک به سرم. بابا من حاملم. شوخی نکن. فرصت نشون من نوام ببینم. همش تقصیر اون شوهر الدنگ در جنگ گذاشت من بمیرم بعد کارشو کنه خاک برسن. زودتر اقدام میکردی من این بچه رو میدیدم. بابا جون اینقدر هرس نخورین اصلا نوه شما نیست. آره دیگه من مردم. یعنی این بچه ارژنگم نیست. جدا شدی؟ نه خدا نکنه. طلاق گرفتی؟ نه با ارژنگو دوست دارم طلاق نمیگیرم. به من دروغ نگی. نه با همین ترسیدم. چیه؟ الان وای ها این الان ارژنگ. خب اینم شما. خب شما از هم جدا نشدی. ولی این بچه من ارژنگ نیست. خب مثبت فکر کنیم به این قضیه. چه کار کردی؟ کاری نکردم. باوری من بازی میکنی؟ دختر کسی بزن اصلا بچه منم نیست. تا بچه کیه؟ جا گذاشتن اونجا بچه کیه؟ نه یه دقیقه آروم باشی مثال بزنم متوجه شی. بابا یادت ما بچه بودیم فریزرمون کوچیک بود سبز قرمه‌مون تو فریزر جا نمیشد. آره یادش بخیر. بعد یادت مامان سبز قرمه رو میداد مریم خانم میذاشت فریزرش. آره مریم خانم فریزرش بزرگ بود یادمه. آفرین خوب یادته. ببین اینم همونه. یه زن و مردی بچه میخواستن خودشون نمیتونستن نگه دارن دادن 9 ماه من نگه میدارن بعد میدن بهشون. یا فریزری مجه؟ نه من تو امرسانی نه بابا چی کار کردی